آبجی مامان گفت با این پول واسه خودم سمبوسه داغ بخرم. آره جون خودت. حالا آبجیت شدم. آره اون پولو بده من. جرأت داری برو از قنادی سمبوسه و شیرینی بخر. چرا سر این بچه داد میزنی؟ مگه چی کار کرده؟ هیچی نیست بابا، فقط عصبانیم. قدیمی‌ها همیشه میگن که وقتی عصبانی میشی به خودت آسیب میزنی، پس بهتر آروم باشی و با فکر تصمیم بگیری. به نظرم بذار بیان، مشکلی پیش نمیاد. اونا که نیومدن عروسی بگیرن. میتونی بعدش بگی آره یا نه. اصلا مجبور نیستی همون موقع جواب بدی. وقتی اومدن اگه موقعیتش پیش اومد خودم به پسره میگم. آخه تو اصلا نمیشناسی این دلالای ازدواجو. همشون مثل زالو میمونن. یه بار بچسبن بهت تا جونت در نیاد دست از سرت بر نمیدارن. خب حالا برم سمبوسه بخرم یا نه؟ اون سمبوسه‌های گفتی برم به درک. چرا اینقدر عجله داری آخه؟ قنادی که در نمیره. زندگی من مهمه یا شکم کارت خورده تو؟ باشه بذار یه چیز مهمتر بگم. تو اتاق ناساز بودم که مادرت اومد. بهش گفت که امروز خونه بمونه چون بابات حالش خوب نیست. باید کاملا استراحت کنه. واسه همینم بهتره امروز هیچ اتفاق بدی نیفته. اوهو، چه حرفایی میزنه؟ دروغ که نمیگی؟ به خاطر پدرت میگم که ناراحت نشه و دلشوره نگیره. تازه مگه قراره همه چی تو همین امروز معلوم بشه؟ خب حالا برم آبجی. دلت سیلی میخواد داره؟ یه کاری بکن، برو سمبوسه داغ بخر بیار. اگه سرد باشه خودت میدونی باید چیکار میکنم ها. چند روزه که لب به سمبوسه نزدم. بگیر. آی شازده کجا؟ من حرفتو گوش کردم. حالا نوبت توه یه کاری برام بکنی. خب چه کاری؟ فقط به خاطر گل روی توه که امروز این نکبت‌ها رو تحمل میکنم. پس وقتی اومدم باید اینجا باشی. خیلی استرس دارم. تازه بعدش هم مامانم گفته باید آرایش کنم. منو شبیه دلغک میکنه. ولی اگه تو اینجا باشی شاید یکم مراعات کنه. میفهمی؟ باشه قبول. ولی تو هم یه قولی بهم بده. جلوی اونا حق نداری اینطوری خشن صحبت کنی. لازم نیست چیزی بگی، فقط بشین یه گوشه و ساکت باش. اینجوری نگم چه جوری بگم پس؟ من که از این ناز و عشوه‌گری‌ها بلد نیستم. خب حالا یه چیز دیگه بهم بگو. دوستی کسیو داری که تو این جور موقعیت‌ها کمکت کنه یا پشتیبانت باشه؟ یه دوست داشتم همکلاسیم بود. خیلی شبیه خودم بود. اسمش دالی بود. رفت کراچی. آدرسش رو یه جایی تو دفتر یادداشت کردم. میگردم لای کتابام آدرسش رو پیدا میکنم. خوبه. آبجی داداش اکبر و داداش اصغر کجان؟ کار مهمی باهاشون دارم. چی شده؟ نه سلامی نه علیکی. چرا اینقدر دست باچه‌ای؟ آبجی پلیسا سلیمو گرفتن و بردن. اومدم دنبال داداش بزرگم. پناه بر خدا. خب چرا پلیس گرفتش؟ دیدم چند روز چش چپم هی داره میپره ها. اون چیزی که فکر میکنی نیست. سلیم بیگناهه، فقط روی شک بردنش. حتما یه کاری کرده گرفتنش. مگه میشه بیگناه باشه؟ بگو ببینم اتفاق بدی افتاده؟ پلیس سلیمو گرفته. منم اومدم دنبال داداش بزرگمون. خیلی خب بیا بریم. مگه چند ماه رفتی که اینقدر از همه جا بیخبری؟ نمیدونی که این موقع روز هر دو تا داداشت سر کارن؟ شب برمیگردن جونم. سعیده تو برو خونه، من خودم میرم کلانتری. وایسا ببینم معلوم است چی داری میگی واسه خودت؟ تو کلانتری میخوای چیکار کنی؟ اونجا فقط به حرف آدم حسابی گوش میدن. بیا بریم، سر راه میرسونمت خونه. کجا میری؟ آبجی اینو باش. این دوتا هم دلشون خوشه. ولش کن آبجی، لازم نیست به اکبر و اصغر دیگه شورشو در آوردن. چرا حال حوصله‌شون رو الکی خراب کنیم آخه؟ داداش صفدر بابلی تنها دخترمونه. با کلی عشق و توجه بزرگش کردیم. هر چی داریم همش برای اونه. نعیم تنها پسر بنده است. ایشون هم که میبینین عموی نعیم. خیلی بله درست. نعیم روی پای خودش بزرگ شده. پسر من نعیم کلی خواستگار داشت، دکتر، مهماندار هواپیما، ولی چون ممتاز کلی از خانوادتون تعریف کرده بود، از آبرو و شخصیتتون گفته بود و از خونه‌داری دخترتون تعریف کرده بود، مجبور شدیم بیایم خواستگاری. نمیدونم چرا دخترها اینقدر دوست دارن شبیه یخمک رنگی بشن. یکی باید ازشون بپرسه مگه اومدی سیرک ببینی؟ مامان انگار فقط یه مدل رنگ میشناسه،
همون رنگایی که آدمو شبیه دلغک میکنه. پدر جان به احترام سنتونه که چیزی نمیگم، وگرنه وقت این حرفای چرندو ندارم عزیزم. هر خلافکاری که تا حالا گرفتم و به حرف اومده همشون یه چیزی گفتن که به خدا کاری نکردم. به خدا ما بیگناهیم و از این حرف. آقا لطفا نه وقت خودتو تلف کن نه منو. برو دادگاه واسه وثیقه‌اش اقدام کن تا دیر نشده. ولی آقا خودتون بهتر میدونید که دادگاه آخر هفته تعطیله. جناب اون اجناسی که از مغازه سلیم ضبط کردین همشونو فقط 2 روز پیش از عمده فروش خریده بوده. میتونید رسیدش هم ببینید، ضمیمه پرونده است. این نابغه مشتاق دیگه کیه؟ وایساده تو کلانتری من کتاب قانون یادم میده. برادر زن سلیمه، هنوز یکم خامه، واسه همین حرفاشو به دل نگیرین قربان. حق با شماست، هر چی که شما بگید. از بهتره بگی دهنشو ببنده. راستش اصلا بس دیگه پیرمرد. هر دوتاتون از اینجا بریم بیرون. کلی کار دارم بابا، باید برم عملیات میدانی. آقای کریم بخش بیا اینا رو بنداز بیرون. بدون اجازم نذاری پاشونو دوباره بذارن اینجا. لااقل میتونستی حرف دلمونو گوش کنی. سلام، شبتون بخیر. منم اسد هستم. بله وصلش کن به آقا. بله قربان. عرض کردم اسد هستم. بله قربان، جفتشون الان جلوی من وایسادن. نه قربان، هنوز پرونده رسمی ثبت نکردیم. به روی چشم. بسیار خوب قربان، انجامش میدم طبق دستور. ببینم کدوم از شماها پریزاده؟ اونه جناب. خب خواهر شایسته، حتما برای تنها دخترتون جهاز مفصلی آماده کردید. معلومه که آره، هرچی بیشتر شیرینی بریزی وصلت شیرین تر میشه. آخرش هم در آینده به درد دختر خود آدم میخوره. درست میگم رشید بله جون؟ حتما. خودتون میدونین که این روزا دخترها با جهازشون خونه مردم رو پر میکنن که خانواده شوهرشون تو فامیل و محل کم نیارن. حقوق بازنشستگی منسلکه و طلاهای سایما، یعنی منظورم بابلی، با چند قلم وسایل خونه در کل میتونیم حدود 5-6 لاک جهاز بدیم. بیشتر از این در توانمون نیست. خودتون بهتر میدونید که ما آبرو و شخصیت داریم و این هم چیزیه که همیشه سعی کردیم که به اون پایبند بمونیم. 5 لاک؟ فقط همین؟ ولی داداش شبیر، واسه این که بشه برای نعیم کار دولتی گرفت ما خیلی بیشتر از اینا رشوه دادیم. باور کن خیلی بیشتر از اینا. ولی داداش شبیر، اینو دارم جدی میگم. این حرف از آبرو و شخصیت یکم به نظر بی‌مورد بود. به لطف خدا شما صاحب این خونه اید. آدمم میخواد هر کاری لازم باشه برای دختر خودش بکنه. بله. اون چیز جدیده که اومده اسمش چی بود؟ دیش تیوی. همون هم قبول داریم. حالا ببینین چیزایی مثل یخچال، تلویزیون، ژنراتور، اینا نیاز هر خونه ایه. به درد دخترتون میخوره. گفتنش هم لازم نیست. خودتون بهتر میدونید. حالا اگه یه ماشین کوچیکم برای نعیم بشه فراهم کرد خیلی به دردشون میخوره. یه ماشین کوچیک واسه نعیم تهیه شه. البته ما که خودمون یه عمر با این رکشه‌های قراضه سفر کردیم و از پشت هلش دادیم. آره ولی الان حتی یه ماشین کوچیکم 10-12 لاک در میاد. منظورم اینه که این پول خیلی زیاده، ما از پسش بر نمیاییم. ای وای، این روزا که دیگه اونقدرم سخت نیست. همه چی دیگه قسطی شده. با شوهرتون صحبت کنین ماشین رو قسطی بگیرن. اون دوست نعیم هست که توی نمایشگاه کار میکنه. خیلی به نعیم احترام ویژه میذاره. راحت میتونه براتون ماشین جور کنه. باشه. وای ببین اینقدر غرق حرف زدن شدیم که یادم رفت عکس نعیمو نشون بدم. دخترتونم صدا کنین بیاد. بفرما اینم عکس. نعیم که میگید اینه. خاله جون هیچی به این بدبخت نمیدید بخوره؟ عین سیم برق لاغره، فقط پوست و استخونه، تازه مثل نصف شب سیاه. دختر تو کی هستی؟ چرا انقدر بیادب حرف میزنی؟
جرأت داری بی‌ادبی کن. یک کلمه دیگه هم نگو. میخوای آبروی پدر مادرتو ببری؟ والا من فکر کردم یکی از اوباش محل اومده داخل خونه. اگه دوست داری بگو اوباش خاله جون. برای همچین موجود عجیبی خیلی توقع زیادی دارین خانوما. با این قیافه‌ای که این داداشمون داره، بی خیال ماشین یه دوچرخه قراضه‌ام زیادشه. شایسته؟ ما رو آوردی اینجا که این دخترتون ما رو سکه یه پول کنه؟ نه خیلی شرمندم. همه چیو براتون توضیح میدم. این دختر بلد نیست درست روسری سرش کنه. اونجوری هم که داره با ما حرف میزنه قشنگ معلومه که میخواد ما رو از گیسمون بگیره و دور حیاط بشه. فقط اگه مویی رو سرتون بذاره که بتونه بگیره تو دستش. اون وقت نوبت گیسکشیه. وایسین ببینید چی کار میکنم. حالیتون میکنم یعنی چی. بشین تا برگردم. دیوونه شده. به کل قاطی کرده. پاشین از اونجا برید. وایسی نمیخوام بشنوم. گوش بدین بهم خواهش میکنم. وایسا کجا برید میرید آخه؟ لااقل هر کدوم وایسا دیگه. بعد برید. برم کن. چرا زودتر نگفتی با رئیس منطقمون آشنا بودی؟ من که خودش از نزدیک نمیشناسم. چند ماه پیش به پسرش برای امتحان نهایی درس میدادم. قبل از اینکه بیام اینجا بهش گفتم که از پدرش بخواد که یه لطفی در حقم بکنه. آدمایی مثل اون پیشنهاد نمیدن، فقط دستور میدن. خیلی خوش شانس بوده که من پرونده رسمی تشکیل ندادم، وگرنه این قضیه خیلی جدی‌تر میشد. ببین، من فقط به خاطر آبروی تو سلیمو با ضمانت آزاد میکنم، ولی باید 2 روز دیگه ببریدش دادگاه پیش قاضی، چون این موضوع مربوط به شورای منطقه است. خودت که میدونی ما هم باید حواسمون به خودمون باشه. کوچکترین تخلفی توی کار ما باعث دردسر میشه. تکلیف جنسایی که مال سلیم بود چی میشه؟ همه چیز که ضبط شده. تازه 2 روز پیشون وسایل با 2.5 میلیون خریده. ببین پدر جان، تو این قضیه دیگه کاری از دست من بر نمیاد، چون همه وسایل مصادره شدن و رفتن توی انبار دولتی. حالا هم دادگاه فقط بعد از اومدن جواب آزمایش تصمیم میگیره. فقط برو خدا رو شکر کن و دعا کن پسرت نجات پیدا کنه. میدونی که مجازاتش 5 سال زندانه. پسرت خودشون پولی رو که از دست داده در میاره. قربان آوردمش. بگو بیاد داخل. بفرمایید داخل. پریزاد بابا. آره پسرم، اومدیم دنبالت. پریزاد برای تو وثیقه گذاشته. شب بخیر. سلام. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خدای شکرت که پسرم رو برگردوندی خونه. خدای شکرت. حالم خوبه مامان. خب چرا انقدر معطل کردین آقا؟ خدا نکنه که کار کسی به زندون و دادگاه بیفته. اونو با ضمانت آزاد کرد، وگرنه با اون حالتی که زندانبانا داشتن معلوم نبود تا کی باید اونجا میموند. ولی بابا نمیتونستن نگهش هم دارن، چون خدایی نکرده مجرم که نیست. خدا خیرت بده پسرم که تو این وضعیت کمک حالمون بودی. نه دیگه اینقدر خجالتم ندین. فقط شانسم زد که یکی از شاگردای قدیمم پدرش از افسرهای رده بالای منطقه بود. در واقع باید از اون تشکر کنی. درسته، ولی تو واسطش بودی. خب چی بگم؟ مادر سلیم، میخوای این بچه رو همینطور سر پا نگه داری؟ یه چیزی بیار بخوره، یه چیزی تعارفش کن. کل روز چیزی نخورده. بفرما پسرم، بفرما بشین. نه باید برم خونه، همه نگرانم میشن. نه آخه چطور بذارم چای نخورده از پیشمون بری؟ خواهش میکنم بشین. سعید جان برو چای بیار، همه دوره هم بخوریم. واسه داداشتم بیار. پری تو هم بشین. پری تو هم بشین، یکم بیسکویت هم بیار. خواهش میکنم بشین پسرم. بفرما بشین. پسرم خیلی ازت ممنونم. تو امروز فرشته نجاتمون شدی. وظیفه‌ام بود، سلیمم مثل برادرمه. آره تو هم مثل بچه‌مون هستی پسرم. خدا خیرت بده. خوش باشی پسرم. راستش اونطور که فکر میکنی تقصیر بابلی هم نبود. خودشون خیلی طمع‌کار بودن، هی شرط و شروط عجیب میذاشتن و دخترت هم دیگه قاطی کرد.
خسته شدم دیگه از این رفتاراش. اگه بچگیاش خوب تربیتش میکردی امروز کارمون به اینجا نمیکشید. قبول دارم، ولی تو هم باید بدونی که نمیشد دخترمونو به یه خانواده انقدر تمکار بدیم. مطمئنم آخر خودمون ردشون میکردیم. ولی راه درستم برای رد کردنش هست. اون کاری که دخترت با اون خانوما کرد، حالا همونا با اون دلاله، منظورم ممتازه، همه جا جار میزنن. دیگه رومون نمیشه جلوی کسی ظاهر بشیم. بابلی بیا اینجا. این چه کاری بود که کردی؟ خجالت نمیکشی؟ احترام به بزرگترم سرت نمیشه؟ اینم من باید بهت یاد بدم؟ کاری نکردم، فقط لباس پوشیدم. کاش همون دفعه اولی که اشتباه کردی یه سیلی بهت زده بودم. برو گم شو. تا وقتی سر و وضع تو درست نکنی دیگه نمیخوام دور و بر خودم ببینمت. و شایسته تو هم گوش کن ببین چی میگم. بهتره دیگه نبینمش. دیدی چی شد؟ هر دختر دیگه بود تا الان گریهش بند نمی اومد، ولی این یکی خیلی لجبازه. آخرشی. همچین اتفاق بدی افتاده، اون وقت شما حتی به خودتون زحمت ندادین که یه خبر به ما بدین. آخه مگه میشه؟ من چطوری خبر میدادم؟ یه موبایل دادی به من که ماهی 500 روپیه قسطشه، همیشه خودم خرابه. ولی ابجی پریزاد که خونه بود، میفرستادش مغازه خبر بده. مگه تا حالا ما رو آدم حساب کرده که حالا بکنه؟ این همه نشستیم بهش گفتیم برو به داداشات خبر بده، ولی گوش نکرد که محل نذاشت و با خواهرش زد بیرون. انگار خودش فرمان داره اون منطقه است. بذار بیاد، خودم حالیش میکنم. پریزاد بیا اینجا ببینم. جانم داداش، شب بخیر. شب شما هم بخیر. خیلی دیر اومدی. تو کجا بودی؟ رفتیم کلانتری برای یه ضمانت داداش سلیم. شیری یا روبا؟ کارش راه افتاد. دارم از خونه‌شون میام. خیلی درد میکنه؟ بسته دیگه، فیلم بازی نکن مامان. اول خودت بابا رو انداختی به جونم، بعد از اون سیلی سنگینی هم که بهم زد حالا اومدی دلداری بدی. طوری میپرسی انگار اصلا نمیدونی بابا دستش چقدر سنگینه. از کجا باید بدونم؟ من که تا حالا یه سیلی هم ازش نخوردم. بس همینه که اینطوری میپرسی. فکم از چکی که خوردم هنوز درد میکنه. خب پس چرا کاری میکنی که حرسش رو در بیاری؟ چرا نمیتونی این بچه بازیاتو کنار بذاری؟ یه لباس درست حسابی دخترانه بپوش، یکم مثل دخترها رفتار کن. بابلی آخه چرا نمیفهمی دیگه بزرگ شدی؟ این ادا اطوارا به تو نمیاد عزیزم. مگه چی کار کردم من آخه؟ همینجوری شوهرت هم نمیذاره دوستان بیان خونه پیشم، تو هم که نمیذاری برم بیرون. حالا که آروم نشستم سر جام باز داری گیر میدی بهم. چی از جون من میخوای دیگه؟ این لباسا انگار از سر چهارراه دست فروش خریده باشی، همشون رنگی رنگیه. از جلوی چشم جمعش میکنم، آدم سرگیجه میگیره. سلیم جان، از وقتی از پاسکا برگشتی خیلی گرفته به نظر میای.
ذهنم درگیر ضرریه که کردیم بابا و اینکه چطوری جبرانش کنم. جنس خریده بودم حدود 2 تا 2.5 میلیون. جنسای توی مغازم حداقل 1.5-2 میلیون میارزیدن. همشونو پلیس بردن. تو یه روز فهمیدم دادگاه یعنی چی. اینطوری نیست که با 1-2 بار رفتن حل شه. سختی داره، طول میکشه. حتی اگه ارزون ترین وکیلم بگیرم 20-30 هزار تا خرج داره. تازه خرج مایان خونم داریم. درست میگی پسرم. سلیمین، یه تیکه جواهر از جهازمه. میخوام فردا بری بفروشیش. میدونم یکم از بارت کم میکنه. نه سعید دخترم، اینا مال تو هن. همش حق خودته. مامان، طلا رو واسه روز مبادا پس انداز میکنیم. وقتی شوهرم نگران باشه اینا به چه دردم میخوره. فردا برو بفروششون. نه سعیده، مامان درست میگه. تازه با فروش اینا که بدهیم تموم نمیشه. تهش اینه که شاید پول وکیل جور بشه. داداش پریزاد، سلام. کانوال تویی؟ سلام. اینجا چی کار میکنی؟ یه موضوع مهمی بود میخواستم بگم. این امانتیارم بهت بدم. خب نباید میومدی اینجا. خودت که خوب میدونی خانواده من چجور اخلاقی دارن. آره خودم خوب میدونم، ولی خودم آبجی کبرا رو دیدم و ازش خواستم صدات کنه. چند تا از کتاباتو این دفتر یادداشت پیش ما جا مونده بود. آوردم گفتم شاید بخوای. خیلی ممنونم. فکر میکردم یه جایی گمشون کردم. خیلی برام مهم بودن. خیلی اتفاقی چند تا از شعراتو خوندم، همونه که توی دفتر نوشته بودی. انتخاب کلماتت خیلی خیلی قشنگه. من فقط همین کلمات قشنگو دارم. به هر حال خیلی ممنون که زحمت کشیدی و آوردیشون. نیازی به تشکر نیست. فکر کنم حتی فهمیدم که چی شد و برای کی اون شعرهای قشنگو نوشتی، با اینکه هیچ وقت نتونستی براش بخونیشون. خب تو از کجا فهمیدی؟ همیشه اینطوری نیست که شاعر حتما چیزی که مینویسه درباره یه شخص خاصی باشه. آره درسته، ولی از لابلای کلماتت میشه فهمید برای کیه. خیلی هم تلخه، چون فکر نکنم اون آدم مفهوم حرفاتو فهمیده باشه. اگه میتونی لطفاً ببخشش داداش پریزاد. کاش اون آدم یه ذره هم شعور همراه زیبایی ظاهریش داشت. باید یه چیزی بهت بگم. چی شده؟ ولی اگر میخوای طرف دختر بیادبتو بگیری صحبت نکن، وگرنه منم دیگه باید حرفی نمیزنم. طرفشو نمیگیرم، ولی بچمه، دلنگران میشم. خب چرا یه راه حل واسه این نگرانی پیدا نمی کنی؟ دیروز که بهت گفتم. چی گفتی؟ یادم نمیاد. اینکه ببریش پیش یه روانپزشک خوب و ماهر. فقط یه دکتر درست حسابی میتونه از پس این مشکلات ذهنیش بر بیاد. تو حالت خوش نیست شایسته. میخوای من ببرمش پیش دکتر روانپزشکی که همونو که تا الان میگفتن داره یه ذره خلوچل میشه، حالا مطمئن بشن که کامل دیوون است دیگه؟ نه نمیتونیم مخفیانه ببریمش دکتر. حس میکنم اگه این فکر پسر بودن یه جوری از ذهن بابلی بره بیرون میتونه دختر خوبی برامون بشه. باور کن. میدونه یه شایعه تو این شهر چقدر سری میپیچه؟ سعی کن توی خونه درستش بکنی شایسته. بیارش تو آشپزخونه، یه کاری بهش بده، یه لباس درست حسابی تنش کن و اگر بازم بهتر نشد اون وقت با این زهرم مثل بقیهشون کنار میام. راسته یه چیز دیگه،
تا وقتی خودم نگفتم هیچ خواستگاری نیار خونه، هیچ کسو نیار مطلقاً. باشه. خداحافظ. خداحافظ. خوبه دیگه. نشستین نقشه میکشیم برا ماره؟ میخوای منو بفرستید تیمارستان مگه نه؟ تو چجور مادری هستی آخه؟ میخوای دختر خونی تو بچه بیگناهی تو بفرستی دیوونه خونه راحت چی؟ خدا نکنه. چرا باید بفرستم تیمارستان آخه؟ ولی این رفتارهای تو هم واقعا دیگه داره غیر قابل تحمل میشه. پس چیکار کنم؟ برم از درخت آویزون شم؟ خودمو دار بزنم؟ این دوتا هم با هم بچه‌شونو به کشتن میدن. به خاطر خدا بس کن. هیچ کاری نکن. ولی حداقل تو خونم شده لااقل یه لباس دخترانه بپوش دیگه. با 1000 زحمت تو رو از تیشرت و شلوار انداختم. بعد تو رفتی این لباسای پسرونه گندلاتی رو آخه میدونی من لاتم. من بابلی لاتم. الان نشونت میدم بابلی لات یعنی چی دختری پر رو. یه سر و شکل درست برای خودت دست و پا کن. فهمیدی چی گفتم؟ جلوی باباتم با یه نقطه قیافه نیا. وگرنه باید 1000 جور حرف از اون بشنوم. با ناهید درباره یه چیزی حرف زدی؟ نه. آبجی ناهید هیچ وقت راجع به این موضوع با من حرفی نزد. ولی من میدونم اون شب تو روی پشت بوم ما نبودی، یه نفر دیگه بود. و همون موقع داداش مجید همراه ناهید اون بالا بود. خیلی چیزا میدونی. خب خوبه. حداقل یکی توی اون خونه هست که بدون من بیگناه. آره ولی من خیلی دیر فهمیدم که موضوع چیه. وقتی فهمیدم که یه دفعه مجید هماهنگ کرد و خانواده‌شو فرستاد برای خواستگاری. دیگه گذشته ها رو چرا میخوای زنده کنی؟ ناهید همیشه برای من یه دختر محترم بوده، هنوزم همینطوره. اون کسی که لیاقت داشت رفت خواستگاری و گرفتش و اون شخصم مجید بود. یه کاری برام میکنی؟ میتونی این رو بذاری تو اتاقم؟ باید یه جایی برم که فکر کنم خیلی هم براش دیر شده. باشه حتما میذارمشون. اصلا نگران نباش. ازت ممنونم. خداحافظ. خداحافظ. जख्म खाए हैं कितने दर्द पाले हैं. ای پسر وایسا ببینم. صورتتو قایم کردی کجا داری میری هان؟ الان نشونت میدم. نمیذارم بیای تو. یه دقیقه وایسا. یه دقیقه وایسا. یه لحظه فقط یه لحظه. خودت میدونی چی میشه. یه لحظه گوش کن. اگه گندلات محلم باشی حداقل یه فرصت دیگه به طرف مقابلت میدی، نمیدی؟ این روی دیگت دل آدمو نرم میکنه. ولی بعد اون کاری که دیروز کردی حقت یک کتک حسابی بخوری. باشه شاگردتم دیگه نیستم. پس هر جوری صلاح میدونی تنبیهم کن. پس فقط آروم باش و یه لحظه به حرفام گوش کن. قسم به جون همه لوتیا. میدونم این روزا چی ذهنتو درگیر کرده. آره خوبه. یکم نگران اوضاعمونم. خدا رو شکر که دادگاه ضمانت رو قبول کرد ولی دیگه امیدی ندارم اجناس رو پس بدن. به هم گفته بودی میخوای از بازار وام بگیری. تونستی جور کنی؟ کدوم وام؟ همه بازار حالا میدونن مغازم ورشکسته شده. آدمایی که شب و روز با هم بودن حالا ازم همشون دارن فرار میکنن. اگه بخوای میتونم با اکبر و اصغر صحبت کنم.
نه اصلا به هیچ وجه. اون وقت اونا چی با خودشون فکر میکنن راجع به من ها؟ که میخوام بار غم و نگرانیمو بندازم گردن اونا؟ نه اصلا. تا حالا از کسی چیزی نخواستم تو کل عمرم. خودم رو اینقدر بی‌پناه و ناتوان حس نکرده بودم هیچ وقت. ناراحت نباش، میدونی که خدا بزرگه، خودش حتما بهت کمک میکنه. انشالله. شاید پیش تو خیلی احساس آرامش دارم. اتفاقی که برای شوهر خواهرت افتاد خیلی بد بود، متاسفم. آره چی کار میشه کرد؟ واسه همین دیر رسیدم دیگه. خب حالا تو بگو، نتیجه گرفتی؟ چی شد؟ از قیافت که هیچی نمیشه فهمید. رو به راهی یا نه؟ هیچی نپرس رفیق. من خیلی خرابکاری کردم اون روز. اون خواستگاره رو که یادته فراریش دادم. بعدش بابام یه سیلی جانانه زد تا صبح جاش رو صورتم بود. مطمئن بودم تهش به اینجا میکشه. مطمئنم اعصاب همه رو خورد کردی. خب مگه باید چی کار میکردم؟ اون زنای پرروح شرط شروط میذاشتن سر جاز، ماشین، ارسیه. عصبی شدم دیگه. حسابی هم حالیشون کردم. حتی با خودم قیچی برده بودم که گیساشونو بچینم، ولی خب در رفتن نامردا. بابام گفت این آخرین اختاره. گفت درست نشی عاقبت خوبی نداری. الان واسه همینه که نصف نیمه دختر شدی؟ خب چی بگم؟ گلافم از خودم. سایما باز کجا غیبت زد دختر؟ سایما دیگه کیه؟ نکنه تو یه خواهرم داری؟ نه اسم منه. تو کارت مدرسم همینو نوشته بود. واسه همین هر وقت میخواد به عنوان دختر صدام بزنه هی سایما میگه. تو رو خدا با من شوخی نکن. سایما خیلی دخترونه است. اینقدر نخند دیگه مسخره. اگه جرأت کنی بیرون به کسی اسممو بگی دیگه باهات حرف نمیزنم. سایما لجبازی نکن، پاشو بیا ببینم. برو دیگه سایما، داره صدات میکنه. خیلی خوب بخند، نوبت منم میرسه. مستنیجه صبح که صبحونه آورد واسم همه چی رو تعریف کرد. اونایی که اومده بودن خواستگاری در رفتن. مثل که خیلی حریص بودن. با اینکه عموی شوبر گفته بود حقوق بازنشستگی شد، طلاهاشو میده واسه جهاز که میشد حداقل نزدیک 5 لک. ولی به نظرم اونا یه نقشه دیگه ای داشتن. میدونی که به هر حال نمیشه تو این جامعه به کسی اعتماد کرد. فکرم مشغول اینه که اگه عمو شوبر همه خواسته هاشون رو قبول میکرد بابلی چطوری میتونست بین اون آدم ها دوام بیاره. درسته. راستش بابلی دنبال مردی نیست که از اول باهاش مثل زن رفتار کنه. اون خودش میخواد یه کسی باشه که باهاش مثل دومت رفتار کنه. کسی که به سازش برقصه، نازشو بکشه، یکی که براش احترام و تحسین قائل باشه. میدونی که چی میگم؟ همچین مردی تو این جامعه کجا پیدا میشه؟ مردی که از اول بهش بگی قراره زن ذلیل باشی. خب شما چرا این کارو نمی‌کنی؟ چرت نگو. من؟ چی داری میگی؟ هزیون میگی؟ ببین رفیق، فقط یکی مثل تو از پس بابلی برمیاد. تازه این عشق عاشقی و ازدواج 2 ماه تموم میشه میره. بعدش فقط اونهای خوش و خورم با هم میمونن که همدیگر رو میشناسن و میخوان با هم زندگی کنن. ولی تو که اخلاق بابلی رو بهتر از من میشناسی، به خودت تو این قضیه فکر نکردی؟ من آدم ازدواج نیستم. من نمیخوام بیافتم تو این دردسرا.
ولی باز تو فرق داره. ببین تو دوست صمیمی شدی، اونم تو همین مدت کم. من تو 2 سال نتونستم اینقدر بهش نزدیک بشم پسر. شاید دلیلش این باشه که منو مثل یه دوست دختر بی خطر میبینه. خب این خیلی خوبه، یعنی زودتر باهات صمیمی میشه. تازه یه دلیل دیگه هم داره که این پیشنهاد ازدواجو بهت میدم. اون چیزی که عمو شوبر واسه بابلی جمع کرده در آینده به تو هم میرسه. اینطوری یه مشکل شوهر خواهرت هم حل میشه، همون مشکلی که باعث شد خواهرت طلاهاشو بفروشه. فکر میکنی که امکان پذیره؟ منظورم اینه که منم بیکارم و یه جایی درس میدم و زورکی خرج خونم رو در میارم. باشه، فقط میگم برای نگفتن عجله نکن. بشین خوب فکراتو بکن، بعد ببین چی به چیه. وقتی مطمئن شدی به هم بگو. اون وقت منم میرم با عمو شوبر رو مستنیجی صحبت میکنم.